سلام عليكم. تبریک میگوییم خداوند قبول گرداند. خوش آمدن حاجی‌های محترم. خداوند از بین 8 میلیون مردم شریف تاجیکستان شما را انتخاب کرده است با صفت مهمان به خاندان خود دعوت کرد. همه این با افتخار با شرافت استقلالیت دولتی با شرافت صلح و ثبات تنظیم و امنیت کشور ماست با راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان خلق تاجیک روز به روز در ترقیات در پیشرفت وطن ما در گلگل شکوفی است. همه این ناز و نعمتی که امروز برای شما آماده شد محض به شرافت استقلالیت وطن عزیز ما است. از همتون خواهش میشد هنگامی که در پیشروی خانه کعبه قرار میگیرید دست بردارید در حق وطن دعا کنید که خداوند وطن ما را تیج و آباد و آرام فرزندان ما را در محیط پیشرفت و ترقیات به وای رساند. همه شما بار دیگر به این سرزمین وحی به وطن نزول قرآن به زادگاه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوش آمدید. کمیته آید به کارهای دینی جمهوری تاجیکستان همه شمایان را در این درگاه خیر مقدم میگوید. با استقبال شما با شرافت شما از جانب هیئت مأموریت یک هدیه یک شیرینی آماده کرده شده است که تا با این صفت و صفت مهمان خاندان خداوند شما را استقبال کنند. خوش آمدند مهمانان گرامی.